با عرض سلام خدمت بینندگان گرامی، در خدمت آقای دولتی نسب هستیم با بحث ناترازی ها در حوزه های مختلف. آقای دولتی نسب از مدیران با سابقه دولت های گذشته هستند و تقریباً 30 سال گذشته را در پست های مدیریتی مختلف در برهه های حساس و پیچ های تاریخی گذرانده‌اند. بله، عرضم به حضورتون که ما در دولت تصمیم گرفتیم که با مردم رو راست باشیم و حقایق رو با مردم همیشه در صحنه در میون بذاریم. اولین ناترازی که ما درگیرش هستیم ناترازی در حوزه برق هستش. ما ساعتها کار کارشناسی انجام دادیم. برادران تصمیم گرفتن تعداد زیادی موتور برق از کشور دوست و متحدمون چین وارد کنند. مردم خیالشون راحت باشه. اما در حوزه آب نشستیم و ساعتها کار کارشناسی انجام دادیم و برادرها باز هم به این نتیجه رسیدند که تعداد زیادی پمپ آب از کشور دوست و متحد استراتژیکمون چین وارد کنند و هیچ جای نگرانی هم در این زمینه وجود نداره. البته با سرد شدن هوا ناترازی آب به حداقل خودش خواهد رسید و مثل برق نیست که ناترازیش 4 فصل باشه. با سرد شدن هوا وارد بحث آلودگی هوا میشیم. فکر اونجاش هم کردیم. تعداد زیادی ماسک شیمیایی در کشور چین داره تولید میشه به سفارش دولت ایران. مردم خیالشون کاملا راحت باشه. بله، خیلی ممنون از آقای دولتی نسب. تا بحث کارشناسی دیگر، خدا نگهدار.